ناراحت شد. فکر کنم داشت خیلی بهشون خوش میگذشت. کاش نمیرفتی. من بهت گفتم نرو، اما تو گفتی باید بری پیداشون کنی و قهرمان بشی. اما آخرش یه بیچاره شدی که لحظه رمانتیکشون رو خراب کرد. یعنی چی؟ یعنی تو میگی باید میذاشتم اونا جدی تنها میموندن؟ آره، اگه با هم تنها میموندن یه چیزی بینشون پیش میومد. اما الان نصف نیمی. آها، یعنی اجازه میدادم پیش میومد. لروس قضیه ازدواج یواشکی رو میدونسته. اگه بعد از اینکه اونا به هم نزدیک میشدن این قضیه رو میشد، همه چی بینشون خراب میشد. اما به لطف تو یه ترک کوچولو برداشت. درست کردن این ترک زیاد طول نمیکشه. تو دمی رو دوست نداری درسته؟ هیکلشو دیدی، همینجوری ازش خوشت اومده. تا وقتی هم پیروز باشی هیچی برات اهمیت نداره. اما لروکس برای من خیلی با ارزشه. من میشناسمش، میدونم چی رو دوست داره، با چی خوشحال میشه، از چی ناراحت میشه و نمیخوام این یارو به لروکس دست بزنه. خب اگه اینطوریه چرا قبلا کاری نکردی؟ یعنی قبل از اینکه دمیر بیاد، مثلا قبل از اینکه لروکس و دمیر دور آتیش بشینن. درسته، بعضی چیزا رو به موقع ندیدم چون مشغول نجات دادن شرکت بودم. اما الان شرکتم دیگه مال تو نیست. اگه به حرف من گوش نکنی اینجوری پیش بری، لروکس هم دیگه مال تو نمیشه. کجا؟ هنوز در مورد اینکه باید چیکار بکنیم حرف نزدیم. یعنی دیگه کاری نمونده که تو انجام بدی. بزرگترین حیلت هم استفاده کردی، طرفو بردی پاریس و موفق نشدی. یعنی تو دیگه هیچ حمله‌ای نداری. برای همین من نه، تو حمله میکنی. گرسنه ای؟ صبح وقت نکردیم صبحونه بخوریم. گرسنه نیستم. ببین اینجا یه رستوران خیلی خوب هست. ممنون دمیر، من گول این چیزا رو نمیخورم. بهتره برگردیم شرکت. یعنی واقعا از حرفای یلدریم خان ناراحت شدی؟ این طرف نباید از خوشحالی دخترش خوشحال باشه؟ البته که باید خوشحال باشه. آلارا جونش رو خیلی خوشحال کردی. انقدر خوشحال شده بود که کم مونده بود بیفته به پات. متوجه هستی که به اندازه 1 سال بهمون کار داد؟ اون نه، تو این کارو کردی. حالا که بورا و مروه رو میخوای اخراج کنی، چرا همچین چیزی رو قبول کردی؟ نمیفهمم. حتما یه چیزی میدونم دیگه. اخراجشون نمیکنی؟ همچین چیزی نگفتم. یعنی اخراجشون میکنی؟ اینم نگفتم. ای بابا، اصلا تو حرف نزن. هیچی نگو، اصلا حرف نزن. یه جوری رفتار کن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. یه کاری کن منم فراموش کنم، اما به گوش من میرسه. من هر جا برم آلارا جلوم سبز میشه. عجب گیری کردیم از دست این آلارا. یه چیزی به ذهنم رسید. اصلا با هم ازدواج کنیم. یلدریم خانم از تو خوشش میاد، دخترشو 2 دستی تقدیم میکنه. میونشونم که خوب کردی، آلارا هم که از خداشه. میبینم که خیلی دوست داری برام زن بگیری. آره، خب راحت میشی. اینطوری هم از خونه میری، هم تو راحت میشی هم من. بهت گفته بودم که از اون خونه نمیرم. در ضمن اگه یه روزم ازدواج کنم بازم تو اون خونه زندگی میکنم. تازه میخوای خونه من عروسم بیاری؟ هرچی قسمت باشه. ببین تقریبا رسیدیم. صبحونه‌های اینجا خیلی خوبه. ای بابا، من هیچی نمیخورم، گشنم نیست. مگه من مجبورم با تو غذا بخورم؟ اگه دوست داری برو خودت بخور، منم سوار تاکسی میشم و میرم. رسید. بیا بریم. داری چی کار میکنی؟ اگه چیزی بخوری حالت بهتر میشه. بیا. من با تو نمیام. البته که میام. اما اگه بخوای لج کنی با پای خودت نیایی مجبور میشم بغلت کنم. زود باش. از من میخوای چی کار کنم؟ رازه لروکس رو لو بده. لروکس هیچ رازی نداره. داره. یه رازی داره که خیلی میترسه کسی بفهمه. یه جوری حرف نزن که انگار یه چیزی میدونی و میخوای قضیه رو مرموز کنی. اگه چیزی میدونستی خودت ازش استفاده میکرد. ازش استفاده نمیکنم، چون اگه این کارو بکنم جلوی دمیر خراب میشم. بهش قول داده بودم این رازو مخفی کنم عزیزم. اون از کجا راز لروکس رو میدونه؟ من میخوام جواب یه سوال مهمتر رو بدونم. این رازی که دمیر اصرار داره مخفیش کنه رو تو شرکت دیگه کی میدونه؟ تو نمیدونی. اینو فهمیدم. اما اگه بقیه اینو بدونن خب. یعنی تو الان میخوای بدونی کی تو شرکت راز لروکس رو که من خودمم نمیدونم و میدونه؟ آره؟ نه جونم، میخوام وقتی این راز برملا شد یه جوری وانمود کنی که انگار از اول میدونستی.
اگه دمیر ازت پرسی تو از کجا میدونی باید بهش بگی که لروکس بهت گفته. یعنی باید لروکس رو تو شرایط سخت قرار بدم. این کارا نمیکنه. البته که باید این کارو بکنی. لروکس تو شرایط خیلی سختی قرار میگیره. تنها کاری که برای دور کردن لروکس و دمیر از همدیگه میتونیم انجام بدیم همینه. اون ترکی که مربع اینا ایجاد کردن رو بیشتر میکنی. بهت اجازه نمیدم لروکس رو اذیت کنی. وقتی اذیت میشی دنبال یه شونه برای گریه کردن میگردی. اگه عقل داشته باشی این کارو میکنی. البته که این کارو میکنی. بچه ها آماده این؟ میتونین بذارین اینجا. خب حداقل تا سوسیس سرد نشده بخور. وقتی سرد بشه روغنش یخ میزنه خیلی بد میشه. میدونی که اصلا دوست ندارم. زود با شروع کن دیگه. پس بیا از چیزایی که دوست داری حرف بزنی. مثلا اپرا چطور بود؟ خوش گذشت؟ آره راستش خوب بود. چمدون تو که آماده میکردم برات کت شلوار نذاشتم. حتما کرایه کردی. خریدم. آها. حتما آلارا با خودش لباس آورده بود چون تو ذهن شمایی رومانتیکی چیده بود. اول رستوران میشلن، بعدشم اپرای لاتراویاتا. خب بعدش چی کار کردین؟ تو خیابونای پاریس قدم زدین؟ اما بازوشو گرفتم. اونم دست و دست محسوب میشه چون نمیتونست به کفشای پاشنه بلند خوب راه بره. آره مطمئنم به خاطر همین بوده. دروغکی پاشو زده به جایی آویزونت شده. کمرشم گرفتی؟ نه چون دنبال گوشیش نگشت و خودشو پرت نکرد تو دریا کمرش هم نگرفتم. چون از پشت بوم پرت نشد بیفته تو بغلم برای همین خیلی بهم نزدیک نشد. و چون وقتی با یه لباس خوشگل قرمز نچرخید و تعادلش از دست نداد بینمون یه همچین لحظه نفسگیری به وجود نیومد. یه لحظه وایسا ببینم. تو فکر میکنی من عمدن این کارو رو کردم؟ یعنی برای اینکه تو رو تحت تاثیر قرار بدم؟ منظورت همینه؟ میگم لروکس ممکنه بعضی از رشته‌های مغزی تو اشتباه به هم وصل شده باشن؟ یعنی الان از حرفایی که زدم اینو برداشت کردی؟ اونم بوسیدی؟ ای بابا یعنی از نظر تو من شبیه کسی هستم که همه رو میبوسه؟ نمیدونم. میگم تو پاریس یه آدم دیگه شده بودی. راحت، باحال، خیلی آزاد. آلارا اینجوری گفت. تو اون روز کجا بودی؟ کدوم روز؟ یه روز قبل از اینکه من برم پاریس بورک خان اومد دنبال تو بعدش هم نصف شب برگشتی خونه. یادت اومد؟ دمی تو نمیتونی این سوالو از من بپرسی. چرا؟ همیشه تو بعد ازم سوال بپرسی؟ تو هر کاری دلت میخواد میکنی اما من وقتی برای کار میرم یه جایی باید به تو حساب پس بدم. وقتی یکم باهات خوب رفتار میشه میخوای سوار آدم بشه. اینو میفهمی؟ الان تو خوب رفتار میکنی؟ دستمو میگیری تو اتاق حبسم میکنی، از ماشین به زور پیادم میکنی. دراز بکش لروکس، بیدار شو لروکس، ساکت شو لروکس، بخواب لروکس. اون روز کجا بودی لروکس؟ خدا به هم صبر بده. اینجوری آره؟ چی شد؟ بهت سخت گرفتم یهو گشنت شد؟ جواب سوالمو بده. با بورک چیکار کردیم؟ غذا خوردیم تا نصف شب؟ این کارت ناراحت کننده است. منظورت هرچی از اونو نمیدونم اما کار درستی نیست. خوبه؟ پس فهمیدی این چند روز چقدر من عذاب دیدی؟ بیا بگی واقعا خوشمزه است. بیا
چایت هم بذارم اینجا. بورا جون، اینو تو دستگاه چاپگر جا گذاشتم. ممنون عزمیه خانم. اینا رو اونجا فراموش کردم. دیگه هوش و حواسی برامون نمونده. خیر باشه. برو چی شده؟ برو فردا یه مصاحبه کاری داری. واقعا؟ کجا؟ ببین ما میشناسیمش؟ شرکت معماری اکسوس. یکی از دوستای من اونجا کار میکنه. میخوای بهش زنگ بزنم؟ اینجوری میتونیم ازش اطلاعات بگیریم. وای آیدا بهش زنگ بزن. در ضمن میتونی ازش بپرسی شاید واسه منم یه کاری داشته باشن. باشه. میزنه. ایلم جون سلام. چطوری عزیزم؟ منم خوبم ممنون. مثل همیشه میخواستم یه سوالی ازت بپرسم. شنیدم دنبال مدل ساز میگردین. تو میدونی چه چیزایی مد نظرشونه؟ ای بابا مطمئنی؟ چی شده؟ خیلی خوب. چیز روابط مشتری چی؟ فهمیدم. ممنونم عزیزم. وقت کردی بیا یه قهوه بخوریم. باشه میبینمت. چی گفت؟ چیزه برو جون مثل این که با یکی دیگه به توافق رسیدن. اما میگم فردا تو برو ببینیشون. حداقل باهاشون آشنا میشی. ها روابط مشتری چی؟ متاسفانه برای اون پست نیرو نمیخوام. پس اینو کی میخوان بیان عزمیه؟ از صبح تا حالا منتظریم بفهمیم عاقبتمون چی میشه. من دیگه خسته شدم به خدا. من اصلا نمیدونم عزیزم. هوایی میشه به منشی یلدریم خان زنگ بزنی بپرسی چقدر دیگه کار دارن؟ زنگ زدم اصلم گفت خیلی وقته که جلسهشون تموم شده. الان است که پیداشون بشه. آی نه من دیگه طاقت این استرس رو ندارم. به خدا قلبم داره تیر میکشه. مرد جون خواهش میکنم این کارو نکن. بیا عشقم بیا بشین. خواهش میکنم بیا نازن. من برم یه دمنوش چیزی درست کنم. بیا یه کم از این بزن عزیزم. آخ عشقم. بیا عزیزم آروم میشه. بزن. ها خیلی خوب. وای من دیگه طاقت ندارم. برو بیاد هرچی میخواد بگه دیگه. باشه عشقم اما آروم باش. خواهش میکنم بیا بشین دیگه. خواهش میکنم مرد جون. دستتو بیار جلو ببینم. خواهش میکنم. آها. دمیر اینجا بپیچ. چرا؟ بپیچ دیگه زود باش. بپیچ از اون طرف برو. چی شده لروکس؟ کجا میری؟ همین راهو ادامه بده. یکم برو جلوتر. نمیخوای بگی یکم جلوتر چی هست؟ باشه. چرا اومدیم اینجا؟ پرسیدی کل روزم و کجا بودم. اسم این چیه؟ اسمش بوبوه. من گذاشتم. تو بابایی؟ آره. خوش اومدین لروکس خانم. ممنون. ما میریم. بله بفرمایید. بیا. این مختار اینجاست. مختار اینجا. احتمالا قلقلکه شد. ممنون. هر وقت حالم بد میشه میام اینجا. اون روزم بعد غذا خوردم با براک اومدم اینجا. کسی اینو نمیدونه فقط ابراهیم. اون روز اومد اینجا و پیدت کرد داره؟ از کجا میدونی؟ به هم پیام داد. در ضمن من اون روز خیلی خوب باش رفتار نکردم. اون همین جوریه.
چیزی که باید بشنوی و بهت میگه. جایی که برای فرار از آدمو میرم و میدونه. روحیه‌مو خوب میکنه، درد و دلمو گوش میده، منو میخندونه. خیلی وقت هم دیگه رو میشناسین؟ نه، یه 5 سالی میشه. شد دکتر بچه‌ام و داداشی خودم. چقدر راحت آدم رو به خودت وابسته میکنه. این خیلی قدرت ترسناکیه. اما رو بعضیا تأثیری نداره. برو عزیزم. الو آیدا، برمیگردیم شرکت؟ ما یکم کار داریم، معلوم نیست کی برمیگردیم. باشه عزیزم. خیلی بامزه است. تو چرا انقدر بانمکی؟ چرا انقدر قشنگی ها؟ چرا؟ روز تموم شد، شبم تموم. لروکس، خواهش میکنم زود با شروع کن. چرا اون قانونو گذاشتی؟ دوبله شده در استودیو جیم. تو راندمان کاری تأثیری نداره. خودت دیدی که اکیپ کوچولوی ما چه کارایی انجام میده. اون آدم هم اون موقع با هم ازدواج کردن. پس عشق راندمان کاری رو کاهش نمیده. رو کار تأثیری نداره. آدمی هم نیستی که نتونی اینو بفهمی. دلیل دیگه ای داره نه؟ دلیل دیگه ای نداره. به هر حال با همچین وضعیتی رو در رو نشده بودیم. همش همه. خیلی از شرکت ها این قانون رو میذارن. فهمیدم. بس کن لروکس. اگه میخوای چیزی بگی بگو، اما اینجوری نرو. با این رفتارت همه چیزو بدتر میکنه. حرفای من مگه تأثیری هم داره؟ تو که گوش نمیدی. تو همه چیو درباره من میدونی. خانواده‌مو و بچگیمو و آرزوامو و دوستامو. من در مورد تو چی میدونم؟ هیچی. دیشب هر سوالی که پرسیدی جواب دادم. نه ندیدی. در مورد بچگیت پرسیدم، خونه‌ای که توش بزرگ شدی بهم پشت کردی. وقتی بابات زنگ زدم همین کارو کردی. الانم نمیخوام باهات حرف بزنم لروکس. ممنوعیت عشقی هم به خاطر همینه. آره ازت میپرسم اما دست به سرم میکنی. من سعی میکنم درکت کنم اما تو حتی نمیذاری یه قدم بهت نزدیک بشم. نمیذارم بهم نزدیک بشی؟ آره باشه. نگاه کن، این خونه رو نگاه کن. ردی از من تو این سالن هست؟ ها؟ آشپزخونه؟ اون آشپزخونه مال دمیره؟ بگو حیات چی؟ کو دمیره رندیل؟ اون بالا یه دونه اتاق داره. چیز دیگه هم هست؟ نه نیست. چرا؟ چون من دارم تو زندگی تو زندگی میکنم لروکس. این به اندازه کافی نزدیک نیست. این چی؟ این نزدیک نیست. تو به هم انقدر نزدیک شدی که تا به حال به هیچ کسی همچین اجازه‌ای ندادم. خیلی نزدیکی لروکس. حتی قولایی که به خودم دادم هم زیر پا گذاشتم. اونقدر به هم نزدیکی که قانونایی که برای خودم گذاشتم هم خراب کردم. خیلی نزدیکی. از وقتی اومدم به این خونه خیلی عوض شده. هر چیزی که من کرده یکی یکی داری خراب میکنی، نابود میکنی. به هر چیزی که میگفتم نه رضایت دادم. هر کاری که میگفتم نمیکنم و انجام دادم. و پشیمون شدی. آره برای من اصلا راحت نیست.
اون بوسه، اگه میدونستم اینقدر تو رو میرنجونه هیچ وقت نمیبوسیدمت دمیر ارندیل. نمیخواد به هم نزدیک بشه. چی؟ ببین از این که منو بوسیده پشیمونه. انگار من بهش گفتم بیا منو ببوس. اون زیباترین لحظه زندگیم بود که تا حالا تجربهش کردم. چطور آدم میتونه از همچین لحظه قشنگی پشیمون شه؟ پس برای اون یه چیز عادی بوده، یه چیزی که فقط لحظه ای بوده، فرقی نداشتم. حتما آلارارم بوسیده، پس نیازی نیست پشیمونم بشه که. اون که ممنوعیت عشقی نداره. ممنوعیت عشقی مزخرف همش تقصیر توه. خسته نباشین خانوما. خوش اومدی پسرم. خوش اومدی. خوش باشی. ابراهیم خوش اومدی. ببخشید راستش من عمل جراحی داشتم نتونستم بیام. اشکالی نداره، الان که اومدی بیا بشی. روز سختی داشتی آره؟ دمیر تصمیمشو گرفت؟ نمیدونیم، یعنی دمیر خان امروز نیومد سر کار. صبح زود با لروکس رفتن جلسه، بعدش هم دیگه برنگشتن شرکت. ای وای، بگو ببینم دختر لروکس و دمیر امروز نیومده بودن دفتر؟ مثل بچه دبیرستانی های عاشق مدرسه رو تعطیل کردن. به لروکس زنگ زدی؟ راستش من امروز فقط تونستم به برا و مروه برسم. وقتی دمیر خان نیومد اونام خیلی اعصابشون خورد شد، گیر دادن که میخوایم استعفا بدیم. به زور آرومشون کردم. لروکس بهت زنگ نزد؟ یکم با هم صحبت کردیم اما راستش هیچی نفهمیدم. وایسا بهش زنگ بزن. نزن. شاید دارن در مورد چیز مهمی حرف میزنن. شاید لروکس داره دمیر رو متقاعد میکنه که ممنوعیت عشقی رو برداره. ها؟ جدی میگی؟ البته، یعنی وقتی در مورد یه موضوع مهمی حرف میزنن اگه یه دفعه تلفنشون زنگ بخوره همه چی خراب میشه، مگه نه؟ ببین دقیقاً دفعه قبلم همینطوری شد. اینا داشتن در مورد یه چیزی صحبت میکردن. عزیزم تو خوبی؟ خیلی بدم بود. همه چی خراب شد. چی کار کرد؟ چی کار میخواد بکنه؟ همه چی رو به هم ریخت. الانم مثل احمقا نشستم تو اتاق گریه میکنم. دیگه تحمل این وضعیت رو ندارم. من دیگه طاقت ندارم. بیا دم در الان میام دنبالت. نه نمیخوام. خونه هم نیست، در رو بست و رفت. خدا میدونه کجا رفته. اصلا به من چه؟ هر کاری میخواد بکنه دیگه برام مهم نیست. منو نترسون پسر. چی شده دمیر؟ ببین اگه چیزی نگی به لروک زنگ میزنم. بله ابراهیم. تو کجایی دمیر؟ آدرس رو برات میفرستم. بیا اینجا. به کی آدرس دادی؟
دوست لروکس. دوست لروکس؟ دوست لروکس چرا الان بهت زنگ میزنه؟ حتما میخواد حسابمو برسه. آی خدا، چی کار کردی پسر؟ نه تو بگیری آره؟ رفتی دختره رو ناراحت کردی. من بهت گفتم تا آروم نشدی نباید باش حرف بزنی. نگفتم؟ با دختره چی کار کردی؟ قلبشو شکستی؟ گریهشو در آوردی؟ چی کار کردی؟ چی شد؟ بوسیدمش بداد. بوسیدم. راضی شدی؟ خب این که چیز خوبیه. بعدشم خب فکر کرد پشیمون شده. یعنی چی کار کردی که دختر اینطوری فکر کرده؟ نگو که به خاطر ممنوعیت عشقی. آی دمیر، تو هم با اون قوانینت. بذار دوست لروکس بیاد سرتو بشکنه، من فقط نگاه میکنم. بله آیدا. دخترو دل تو دلم نیست، از بس نگرانیتون شدم. زود باشین بیاین هپی پای. من نمیتونم بیام آیدا. یعنی منتظرم بابام چایشو بخوره بعد موضوع برو رو بهش بگم. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی که ازدواج کردی؟ راستش دیگه تو اون حد جرأتشو ندارم. میخوام بگم من با برا رابطه جدی دارم. عزیزم خدا پشت و پناهت باشه، مراقب باش. لروکس چرا امروز نیومدی این شرکت؟ کل روز منو برو منتظر دمیرخان. یکم گشتی. وای عجب. ما اونجا اونطوری منتظر شما بودیم، اون وقت شما رفتین کیف و حال. آره؟ نه مروه، اینطوری نیست. سعی کرد یه تصمیمی بگیره. خب بهت گفت چه تصمیمی گرفته؟ راستش موضوع یه جای دیگه کشیده شد. بعدش چی شد؟ بعدش هم اتفاق مزخرفی افتاد. چی شده لروکس؟ درست حسابی تعریف کن ببینم. الان هم ابراهیم با عصبانیت رفت، گفت میخوام برم دمی رو ببینم. دمی رو؟ آره. مگه تو نمیدونستی؟ یعنی ابراهیم با دمیرخان چی کار داره؟ دخترها من باید همین الان قطع کنم، بعداً بهتون زنگ میزنم. باشه؟ بفرما. دوستش اومد. خوش اومدی ابراهیم، درسته؟ من وداتم. خوش اومدی ابراهیم. متاسفانه خیلی خوش نیومدم. بیا بشین. چای میخوری؟ نیومدم حرف بزنم دمیر. اومدم بهت هشدار بدم. اون دختره تو خونه داره گریه میکنه. هر کاری کردی بد جوری دلشو شکندی. میدونم ابراهیم. یعنی دونسته این کارو میکنی. ابراهیم ببین، وضعیت از اون چیزی که تو فکر میکنی پیچیده تره. پس سادش کنیم. لروکس زود اعتماد میکنه. میخواد بهش اعتماد کنم. وقتی بهش محبت میکنه سخاوتمنده. نمیخواد کسی رو ناراحت کنه. زود وابسته میشه. میترسه کسایی که دوستشون داره از دست بده. لروکس یه همچین آدمیه. اما میرسیم به تو. نمیدونم شرکت تو چجوری مدیریت میکنی و این من نیستم که بهت بگم چه تصمیمی باید بگیری. اما اگه قوانینت برات خیلی مهمه و اگه برای این دلشو میشکنی از زندگیش برو بیرون. دمت گرم داداش، هرچی از تو جوونا هست. بذار دوبار دلش بشکنه، اون وقت میفهمه رفتن و موندن چقدر سخته. نه من از این پسره خوشم اومد. قشنگ و خلاصه همه چی رو گفت. جدی میگم. خب دمیر، چه تصمیمی گرفتی؟ میخوای بگی تو اون شرکت عشق ممنوعه، کسی نمیتونه کس دیگه رو دوست داشته باشه؟ بدات اومدم اینجا یکم استراحت کنم. اون وقت تو هم هی بهم کنایه بزن. ببین طرف چطوری از دوستش حمایت میکنه. یکم یاد بگیر داداش، یاد بگیر. خب ما هم حمایت کردیم. اگه متوجه شده باشی اون برای دعوا اومده بود، اما داداشت پرید جلوش و آرومش کرد. چی شد؟ تو که گفتی بذار سرتو بشکنه. برو دل دختره رو به دست بیار. اگه گریهشو در بیاری خودم سرتو میشکنم. خیلی خوب باشه، میرم.
من رفتم. به سلامت. احمق. اشک دختره رو در آورده. اوف. ایبو هیچ کاری نکن، التماست میکنم. یکم اعصابم خورد بود. تو هم وقتی اعصابم خورد بود زنگ زدی. الان خوبم. لطفاً ایبو. لطفاً اوضاع رو از این بدتر نکن. نگران نباش، کتکش نزدم. این بار فقط بهش هشدار دادم. ناراحت نباش، بگیر بخواب. اوف. بعضی وقتا چرا اینقدر همه چیز سخت میشه؟ با دمیر همه چیز سخت‌ترم هست. رابطم با دوستامم خراب شد. اوی. دوبله شده در استودیو جیم. پیام تو گرفتم. یا باید همه با هم شما رو از شرکت بیرون میکردیم یا اینکه کاری میکردیم که تو شرکت عاشق یکی. عاشق؟ گفته بودم تو شرکت ممنوعیت رابطه و دوستی هست. انگار مفهوم نبوده. برای اینکه بهتر متوجه بشین اینو نصب کردم.